داستان غریب و ناآشنایی که وحشت در وجود هر شنونده به وجود میاره. 3 نفر بودیم در جزیره که در تاریکی شب امواج ما را در بر گرفت. در کنار این جزیره ما را پرت کرد. حیوان وحشتناک که فقط 2 چشمش معلوم میشد در مقابل ما قامت راست کرد. گفتیم کی هستی؟ گفت جساسه. ممکن جن بوده باشه و ممکن شیطان. ناگاه با مردی روبرو شدیم که از قسمت زانو تا بجلک پا در آهن محکم بسته شده بود. سوالات عجیبی که بیننده را به تفکر وامی دارد. آیا دجال جزیره داره؟ پیروان خدا دعوت میکنه؟ در این برنامه بیننده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. دوستان عزیز، امروز در ارتباط با داستان سفر صحابی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو میکنیم که گویا به جزیره دجال رفته است. اما این داستان که فاطمه بنت قیس راوی آن است و در مسلم نیز این روایت آمده است، از کجا آغاز میشه؟ فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها مهربانی میکنن که تازه از عده طلاق پاک شده بودم که منادی رسول الله صلی الله علیه و سلم ندا کرد و همه ما در مسجد جمع شدیم. به ناگاه دیدیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار تمیم الداری، این مرد نصرانی، ایستاده است و ما آخرین فرد در صف مردان و اولین فرد در صف زنان بودم. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم داستان تمیم الداری را بازگو میکنن. داستان از جای شروع میشه که تمیم الداری از جمله مردان نصرانی بود که با آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم به یثرب یا مدینه، مثل یک سری از افراد دیگه ای که عقده‌مندانه قبل از شنیدن پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم خودشان به حاشیه کشانده بود، تمیم الداری نیز از این امر استثنا نبود. خودش گویا در قلب خود نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک کینه و یک عداوت و دشمنی را جا داده بود. شهر مدینه را ترک کرده بود، اگرچند با تجارت و وعظ و نصیحت به آیین مسیح می پرداخت علیه السلام. در یکی از سفرهایی که دارند به جزیره ناییه، در تاریکی شب امواج اینا را در بر میگیره. این امواج اینا را در این جزیره به هر سمت سو میکشانه تا ای که به ساحل این جزیره میافکنه. در حالی که خیلی ترسیدن و از جهت شکر میکنن که جان سالم به در برده اند، به ناگاه یک موجودی که فقط 2 چشمش آشکار از دیگه هم موجودشه مو پوشانیده است با این روبرو میشن. میترسن، وحشت وجودشان در بر میگیره با وجود این که 30 نفر هستن در این سفر. بعد پرسان میکنه تو کی هستی؟ اون موجود میگه جساسه. تمیم الداری فکر میکنه که این یا شیطان است یا جن، یا شیطان است یا جن. بعد از ما چی میخوای؟ جساسه میگه در فلان جای یک محل متروک است که شخصی به انتظار شما نشسته. بعد تمیم الداری با همراهان خود وارد اون محل متروک میشه. به ناگاه مرد را میبینه، قوی هیکل، جسامت بزرگ عظیمی داره و از قسمت زانو تا بجلک پا محکم در آهن بسته شده است. بعد از ما پرسان که تو کی هستی؟ گفتم من تمیم الداری از نصارا و در این جزیره همیشه به گشت و گذار من مشغول هستم. اموال تجارتی را از یک محل به محل دیگه میبرم و در بسا از موارد این سفرهای من 1 ماه 20 روز و 15 روز در بر میگیره. در این سفر امواج ما را در خود گرفت تا اینکه به کنار این ساحل ما را افکند و با موجود روبرو شدیم. گفت نام ما جساسه است و ما را به اینجا راهنمود کرد. این شخص میگه خیلی خوب، سوالاتی دارم از تو که پاسخش میخوایم بشنویم.
تمیم الداری گفت اگر بلد باشم بفرما. گفت در ارتباط به نخلستان بیسان بگو. تمیم الداری گفت نخلستان بیسان، البته این نخلستان در قسمت پایانی روایت تعلیقات داریم در ارتباط به این سوالاتی که میکنم. گفت بله نخلستان بیسان ثمر میته و درختان انبوهی است و مردم حتی خرمایش از یک محل به محل دیگه به غرض تجارت میبرن. گفت خب این فرد به تمیم الداری میگه به زودترین فرصت این نخلستان خشک خواهد شد، حتی یک خرما هم کسی از آن ثمر نخواهد گرفت. بعد از جزیره تبریه بگو. جزیره تبریه به حال خودش است، آبش به سر جایش است. این فرد گفت می خشکه، آنقدر می خشکه که ریگ ها و شنهایش به چشم مشاهده کنید. بعد سوال کرد که از چشمه زخور بگو. تمیم الداری میگفتم چشمه زخور بله آب شیرین گوارا داره که در حولش درختانی است و مردم از آبش استفاده میکنن. و اما این فرد در ارتباط با چشمه چیزی نگفت که میخشکه یا به حال خودش باقی میمونه. بعد پرسید که از پیامبر درس نخوانده بگو. مرادش رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. تمیم الداری گفت بله این پیامبر از مکه به مدینه آمده است، مردم دعوت میکنه، با اینش گروه گروه مردم جذب میشه و چنان به لحنی صحبت کرد که گویا ما خوش ندارمش. بعد این فرد گفت اگر به او ایمان بیاری این به خیر توست. کنجکاو شدم، پرسیدم تو کی هستی؟ این همه سوالات پاسخ گفتم تو کی هستی؟ گفت مسیح. گفت مسیح یعنی من مسیح و دجال هستم و ما و زودترین فرصت بیرون میشم. هیچ شهر نیست مگر اینکه در آن داخل میشم و آن را خراب خواهم کرد جز دو شهر، یکی مکه، دوم مدینه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در پایان آنچه که تمیم الداری بازگو کرده است رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه، مهربانی میکنه هذه طیبه هذه طیبه هذه طیبه. این خاک پاکیزگان است، این شهر پاکیزگان است، این جغرافیای پاکیزگان است. بله دوستان عزیز، روایتی که علما در ارتباط با صحت و سقمش تعلیقات دارن که در پایین این کلیپ با اون نیز مختصر اشاره میکنیم و هم محلاتی را که دجال اشاره کرده است. اول نخلستان بیسان. در یک قرن گذشته جنگ هایی که بین یهود و فلسطین در گرفت تمام این محلات ویران شده است. یک درخت فعلا در این محله باقی نمانده است، یا تخریب شده یا ای که ساختمان های بلند در آن ساخته شده است. و اما در ارتباط به جزیره تبریه قسمت زیاد آب آن خشک شده است، نمکزارها و شنها و ریگها از آن سر بیرون آورده‌اند و اما چشمه زخور به حال خودش باقی است. محدثین در ارتباط با این سؤال که دجال میپرسه در شرحش می نویسند که این چشمه خشک شدنش به زوال دجال اشاره میکنه، یعنی تا وقتی که دجال بیرون میشه چشمه به حال خودش باقی است و تا اینکه مردم دعوت میکنه و به قتل میرسه، بعد از قتلش گویا که این چشمه نیز خشک خواهد شد. و اما در ارتباط به پیامبر درس نخوانده بدون شک کسی که راه سعادتمندی و راه خوشبختی را میخواهد دین رسول الله صلی الله علیه و سلم است که باید به او ایمان کامل بیاره. دوستان عزیز، در ارتباط به جزیره دجال و روایتی که حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها داشتن، محدثین و مفسرین تعلیقات دارند. یک سری از محدثین این روایت در نفس خود انکار کردند و دلیل میارن. اول این که الله متعال در قرآن مهربانی میکنه که ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر تو بمیری آیا اینا جاودان زندگی خواهند کرد؟ فهم الخالدون، آیا جاودان میباشند؟ در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آیه دیگه مهربانی میکنن که هیچ قرن نیست مگر اینکه، یعنی 100 سال نیست مگر اینکه تمام اهل آن از بین میره. یعنی بعد از هر 100 سال اون افراد اشخاصی که در این قرن در اول این قرن متولد شدن کاملا از بین میرن. چگونه امکان داره که دجال که جزء انسان ها است او تا حال باقی مانده باشه؟ یک. نکته دوم این که فاطمه بنت قیس یگانه راوی این روایت است، در حالی که در مجلس پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه و اصحاب دیگه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم موجود بودند. و
سوم، تمیم الداری از اهل کتاب است و بیشترین داستانهای اسرائیلیات از اصحابی که اهل کتاب بودن، بر رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بودن، وارد متون شرعی شده است. محدثینی که این روایت پذیرفتن و در صحتش هیچ گونه شک ندارن، این سوالات و این شبهات نیز پاسخ دادن. و اما سوال اول این که در قرآن میخوانیم که اگر تو بمیری اینا زندگی جاویدان خواهد داشت، یا حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که اشاره کردن که بعد از هر 100 سال دیگر نسل گذشته باقی نمیمانه، دلیل میارن. ابلیس قال انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو از جمله مهلت داده شدگانی تا وقت مشخص شده، وقت معینه. پس فتنه دجال کمتر از فتنه ابلیس نیست. الله متعال به او فرصت و مهلت داده است. اما آنطور که اصحاب کهف نیز از نشانه های الله متعال است که 309 سال در غار درنگ کردند و به خواب عمیق فرو رفتند. پس الله متعال توانا است به این امر و به این کار که این نشانه و این فتنه بزرگه تا نزدیکی و قرب قیامت زنده نگه داره. فاطمه بنت قیس شبهه دیگه که در ارتباط به این راوی وارد شده بود، از بیشترین احادیث که راویش فقط از یک طرق است، یعنی یگانه راوی بوده که اون روایت آمده. حدیث فاطمه بنت قیس حدیث استثناء از اون نیست. و اما نکته سوم این که بس مسئله اسرائیلیات، اگر این روایت جز از اسرائیلیات هم بوده باشه، باید نه در رد کردنش زود اقدام نکرد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم به اصحابشان گفتن که اسرائیلیات چون داستان‌های از کتاب‌های قبل از اسلام به شما آمد، در ارتباط با آن سکوت کنید. ممکن صحیح باشه و اگر شما او را رد کنین درست نیست. ممکن اشتباه باشه و اگر قبول کنین، شاید آن چیزی که با کتاب الله ارتباط دادن شما او را تایید کردین. پس الله متعال به صحت این روایت و این داستان بیشتر و خوبتر و عالمتر است. دوستان عزیز، بدترین فتنه که تمام انبیا پیامبرانشون از او با خبر ساخته بود، فتنه مسیح الدجال است. الله متعال ما را از او حفاظت کنه و رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از هر نماز یا در هر نماز از این فتنه به الله متعال پناه می برد، چون الله متعال به این توانایی داده که ابر اشاره میکنه، می بارندگی میگیره و حتی یکی از اقارب یکی از اشخاص که در واقع وفات کردن، مثل پدر، مادر، پدرکلان، مادرکلان، اشاره میکنه به قبرش، از قبر بیرون میشه بدون شک در جنی بودن آن فرد که خودش به شکل پدر یا مادر این فرد در آورده، شک نیست. با این حال بدترین فتنه است که بر بدترین افراد اشخاص بیرون میشه و مجموعه زیاد از افراد اشخاص در حالش جمع میشه. الله متعال ما و شما را حفظ کنه. ان شاء الله در حلقه بعدی در ارتباط با مسیح الدجال و شناختش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خواهشاً کانال سابسکرایب کنین و با دوستانتان شریک کنین، خالی از اجر پاداش نخواهد بود. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.